باور این که خداوند متعال دشمنان ما رو جزو نادانان و احمقها قرار داده قدیم‌ها یه مقدار مشکل بود، اما الان باور این حقیقت خیلی آسونه. تو این یک دهه اخیر به عنوان مثال شما حماقت دشمنانمون رو ببینید. اینها با راه انداختن جریان تکفیری ها در منطقه، با راه انداختن جریان داعشی ها موجب شدن یک مقاومت مؤمنانه و مردمی در منطقه شکل بگیره از همه کشورهای اسلامی، از همه اقوامی که در خدمت اهل بیت اسمت و طهارت حاضرند جانفشانی بکنن و بعد بزرگترین و قویترین ارتش و نیروی نظامی منطقه‌ای در جهان در حساسترین نقطه شکل گرفت. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. واقعا این قصه تحقق پیدا کرد. دشمنان ما رو خدا از احمقها قرار داده. اگر آمریکایی‌ها عقل داشتن، بعد از اینکه به بهانه مثلا برج دوقلو و طالبان حمله کردن به افغانستان، خواستن اونجا رو مثلا از دست جریانی به اسم طالبان یا هر جریان تروریستی نجات بدن، خب باشه، حالا آبادش کنن. ما ایرانی‌ها بگیم عجب اشتباهی میکردیم میگفتیم مرگ بر آمریکا. ببین آمریکا رفت افغانستان، چقدر افغانستان آباد شد، آزاد شد، امنیت شد، کشتار دیگه نیست، فقر از بین رفت. خب آبادش میکردن، نه آباد بکنن. نمیخوایم آمریکایی‌ها خرج بکنن، فقط آمریکایی‌ها بیرون میرفتن، خرابکاری نمیکردن، میذاشتن خود اهالی شریف افغانستان که از نظر بهره هوشی مردم افغانستان یکی از بالاترین بهره‌های هوشی جهان رو دارن، خودشون کشور خودشون رو آباد میکردن. بازم ما میگفتیم چی؟ میگفتیم ببین آمریکا رفت کشور اونها رو از دست تروریست ها آزاد کرد، مردم خودشون کشورشون رو آباد کردن. چقدر آمریکا کار خوبی کرد. همین کار رو اگه میکرد انقلاب اسلامی دیگه بعید بود کسی به این سادگی تو این کشور مرگ بر آمریکا بگه. افغانستان رو آباد نکرد، عراق رو که از دست صدام آزاد کرد، همین عراق رو آباد میکرد. مردم میرفتن زیارت، میومدن میگفتن به به ببین چه کشوری، رفتیم کربلا اومدیم چقدر آباد، چقدر تمیز، چقدر. بعد میگفتن که دعا به جان آمریکایی‌ها بکنیم. آمریکایی‌ها اومدن عراق رو آباد کردن، آزاد کردن. دیگه کسی تو کشور ما مرگ بر آمریکا نمیگفت. بعضی از سیاسیون وقتی آمریکا به افغانستان تازه حمله کرده بود و بعد به عراق، تیکه مینداختن، میگفتن آمریکا بعدش بیا ایران. الان همونها از خجالت سرشون رو نمیتونن بلند کنن، چون دیدن آمریکا با دو ملت مظلوم عراق و افغانستان چه کار کرد. از بس ناامنی و کشتار و بسیاری از گرفتاری ها در این دو کشور ایجاد کرد. دشمنای ما رو خدا از احمقها قرار داده. یعنی این، اگر یه ذره عقل داشتن، با همین قصه برجام که در کشور ما برخی سیاستمداران پیگیری کردن، کلی سعی میکردن رونق اقتصادی در ایران ایجاد بشه تا این حرفا که آقا مذاکره با آمریکا فایده نداره، این حرف از بین بره. اگه یه ذره عقل داشتن میگفتن بذار برای اینکه اعتبار پیدا کنیم تو مردم ایران، دیگه مردم تو نماز جمعه هم دیگه مرگ بر آمریکا نگن، بذارید سر عهدمون باقی بمونیم. یه ذره اگه عقل داشتن این کارو میکردن. دیگه مردم تو نماز جمعه هم سختشون بود مرگ بر آمریکا بگن آقا دیگه مذاکره کردیم، صلح، میبینید که اونا هم دارن خدمت میکنن، بدبختا همه عهداشون رو پیاده کردن. دیگه الان ضد انقلابش هم میگه مرگ بر آمریکا.
دیگه الان دوستای خود آمریکا هم تو ایران میگن که دیوانه است کسی بره با آمریکا مذاکره بکنه. اینه دیگه. دشمنان ما رو خدا از احمقها قرار داده. دشمنان ما رو خدا از احمقها